من هی میرم چونه میزنم از اولش. آقای میگه هنوز انتخاب نکردیم. میگم حالا شما. بچه چند روز بازار بعد نسبت بو میاد. نه کودهی بوده ما. ولی مثلا بو. نه همین لباس زیباست نشان آدمی، نه همین لباس زیباست نشان آدمی. سنا 27 ساله که به همراهی دوستش کامیاب شرکت کرده. توبا 24 ساله که به همراهی دوستش هانیه شرکت کرده و هانیه 24 ساله که به همراهی دوستش شیدا پا به رقابت گذاشته. این قسمت هانیه. سلام، میکروفون رو بگیر. هانیه چطوری؟ خوبی؟ مرسی، شما خوبی؟ خب دوستتو معرفی میکنی؟ شیدم. شیدا. آماده ای برای مسابقه؟ آماده. بریم. هانیه چند سالته و در حال چه کاری هستی؟ من 24 سالمه. فعلا یه ماهی بیکارم. یعنی دارم یه آنلاین شاپی میزنم، دارم رو اون کار میکنم، ولی خب یه ماه میخوام استراحت کنم. آفرین. آره تازه آنلاین شاپمو زدم و در حال ویدیو گرفتن، عکس گرفتن. چه کار خوبی. خب تا ببینیم چی میشه. شیدا خانم خودشو بیشتر معرفی کنه برامون. من 28 سالمه. تو کار طلا نقره هستم. به به. آره یه 3-4 سالی میشه که تو این کارم. هانی اهل عجله یا انتخاب تو با وسواس انجام میدی؟ من اهل عجلم. آره یعنی اینجوری هم که میذارم لحظه آخری دیگه مجبور میشم عجله کنم. بگو میدونم به سمت چاه. آره میدونم به سمت چاه. به سمت چاه. تمام چاه رو میدوه. وای من اصلا زندگی آرومی ندارم. خب فکر میکنی توی 2 ساعت بیشتر وقت تو صرف انتخاب کنی یا چونه زدن؟ انتخاب. به نظرم بیشتر وقت بذاری برای انتخاب. من چونه رو میزنم. آره دیگه. آره دیگه ما معمولا میگیم همراه بیاد کمک کنه تو چونه زدن و چیزای دیگه. تو برو انتخاب کن. من هی میرم چونه میزنم از اولش. آقای میگه هنوز انتخاب نکردیم. میگم حالا شما. ولی شما تقریبا. خب اگه میتونستی یه سلبریتی رو برای استایلت الگو بگیری کی بود؟ فرشته حسین. یکم شبیهش هم هستی. آره راست میگی. آره. خیلی خاص میپوشه. چیزای باحالی میپوشه. من دوست دارم. اینم جالب بود. فکر میکنی امروز بیشتر با عقلت خرید کنی یا با دلت؟ سعیم میکنم با عقلم خرید کنم دیگه. سعی میکنی؟ آره. میگم چون بحث بودجه هم هست دیگه. مثلا شاید دلم یه چیزی بخواد که بودجه نره. بله. آره با عقلم خرید. خب اگه استایل کامل بشه بودجه اضافه بیاری خرج اکسسوری میکنی؟ نه ترجیح میدم امتیاز بشه. امتیاز جمع کنی. یعنی اگه اکسسوری بخرم اون اکسسوری خودش امتیاز بده. بله بعد از اینکه 3 تا تیکه رو بخری اکسسوری بخری امتیاز داره. خب اگه اونجوری اکسسوری میخرم. هانی اولین چیزی که همیشه تو خرید حواست میره سمتش چیه؟ این قسمت بالاتنه رو همیشه این بالاتنه رو میخرم تا اینکه مثلا بخوام کفش و شلوار بخرم. یعنی کفش و شلوارم خیلی کم دارم. بیشتر اصلا تو کمدم همش بالاتنه است. خب تا حالا شده یه چیزی بخری بیای خونه ببینی به هیچ چیز نمیاد؟ آره یعنی همون لحظه میبینم میگم که من اینو میخوام، میخرم، بعد میام خونه هیچی ندارم دیگه واسهتون. چی کارش میکنی؟ مجبور میشم دوباره برم خرید کنم که اون با بقیه چیزا بیاد. میگن یه جوراب میخره میره ست میکنه. اون قضیه. خب بیشتر عشق رنگای جیغی یا استایل ساده؟ ساده دوست داری؟ اگه یکی از رفیقات
لباس شبیه تو بخره خوشحال میشی یا ناراحت؟ حسی ندارم، نه خوشحال میشم نه ناراحت. چرا مثلا خوشحال شم؟ وای لباست شبیه لباس. مثلا حس میکنیم مثل دو قلوها رفتین یه جا با هم دیگه لباستون شبیه همه چقدر؟ بگم مثلا چقدر زایه است؟ آره. نه مشکل ندارم. اوکی. خب اگه بتونی یه نفر از فامیل ببری برای خرید کیو انتخاب میکنی؟ وای مردم ببرید. آره دختر عمم. سلیقه‌اش به تو نزدیکه؟ خیلی آره. یعنی فکر کنی خوش سلیقه است که میبریش؟ آره خوش سلیقه است، هم که خیلی شبیه همین، یعنی ما با هم بزرگ شدیم، اینا سلیقه و همه چیمون خیلی شبیه. یه سلام بهش بکن. سلام مهتاب چطوری؟ بذار یه بوسم. خب موزیک چی گوش میدین؟ هر دوتون بگید. من خیلی چیز رو گوش میدم، یعنی یه روز مثلا ویگن گوش میدم، یه روز رپ گوش ولی بیشتر رپ گوش میدم. بیشتر رپ گوش میدی. شما چی؟ من خودم اگه تنها باشم ترجیحاً راک گوش میدم. شهر به قیافم نیاد ولی هیوی متال و راک. مگه باید به قیافه بیاد؟ اینا آره خب بعضیا مثلا نگاه میکنن منو میگن خب اصلا به روحیت نمیاد، میگم مثلا میگن هایده گوش میدی. نه حالا هایده آقا شما تخریب کردین. نه هایده نه ولی هایده مگه ایرادی داره؟ من هایده گوش میدم. نه هایده دوست دارم منم. ولی سنتی هم گوش میدم، مثلا همایون و اینجور چیزا خب گوش میدم. چیزای متفاوتی گوش میدی. موزیک خوب گوش میدم چون که موسیقی کار کردم. موزیک خوب گوش میدم ولی ترجیح همون راک و متال و اینجور چیزا. آفرین. خب یه دست تکون بدید برای دوربیناتون که ادامه فیلمبرداری رو تو خریدتون بگیریم. از در پشت بریم منفیه؟ آره فکر می‌کنم از در پشت بریم، منفی یک رو بچرخیم، بعد میخوای از میتونیم از منفی ترا شروع کنیم ها؟ من فکر نکنم اصلا همکف رو بچرخیم. نه همکف که من فکر نمی‌کنم چیزی داشته باشه. آره چون حالا اینجوری هم نباشه که ما بگیم اصلا نمیچرخیمش، در حد نگاه میکنیم توی ویترینا میفهمیم قیمت ها رو دیگه. خب یه سوال جانم. هانیه چرا این لوکیشن انتخاب کردی؟ به نظرم همه چی هست دیگه، همه چی یه جایه، یعنی لازم نیست برم اونور کفشو بگیرم، برم این یکی خیابون چه میدونم شلوار بگیرم، همه چی یه جا هست، وقتم هم هدر نمیره، میتونم همشو بگیرم دیگه. برای چونه زدن با فروشنده آماده ای یا زود تسلیم میشی؟ شیدا آماده. خدا شیده بیچاره آماده. شیدا آماده. من اصلا چند ساله که از اصفهان اومدم. اصفهانیه دوستان. تا حالا شده یه فروشنده برای خرید ازت خسته شه؟ اصلا نه من اصلا خودم موقع چونه ای نیستم، چونه نمیدم. من کارتو میدم میگم هر جور میدونیم ولی امروز تلاشمون رو میکنم. عالی. توی خرید بیشتر از دوستت میپرسی یا از آینه؟ از دوستم. بهش خیلی اعتماد داری؟ آره چون شیدام خیلی خوش سلیقه است، کلا لباسای خوشگل هم خودش خیلی میپوشه. خب بچه چند روز بازار بعد نسبت بو میاد. نه کودهی بوده ما ولی نسبت بو میاد. واقعا بود. شما رد نشدید از اینجا جدیدن؟ نه خیلی وقت من که رد نشدم. من میام اینجا بو میاد، نمیدونم بوی چیه. کوده انسان کودمونه. خب هانی تایمتون از همین الان شروع شد، بریم. کاش می‌داشتیم از اونجا شروع می‌کردیم. چه فرقی این تایم میبره. شلوغ هم هست. ای بابا خوبم شلوغه. عالیه. همه بهترین واسه روز خرید میان؟ احتمالاً دیگه. نه وگرنه چرا باید بیان؟ حوصله‌شون سر میره میان. بریم از اینجا شروع. از این این کت شلوار. مغازه چیز ارزون نداره. قورباغه هم هسته. خب از کجا شروع خانم رو دیدی موش سفید بود؟ این 2 شبیه سال اون منه. 2 سال دیگه منه. از اینجا شروع کنیم.
دور میگیری؟ بزرگه دوستان. عزیزم کفش ارزون چی داریم؟ کفش و کتونی و هرچی. تو آفش چند شده؟ 605. خب پیدا نمیشه کفش با اون قیمتی که تو این ذهنته؟ دیگه دارین چیزی؟ این دیگه همین قیمت یا پایین؟ ساده. خب نمیگم اول بریم بالاتر. دورتو بزن ولی برمیگردی. یه مرسی شعار دیگه. چقدر همه جا تهدیدمون کرد. آقا شل کن شما. شل کن موقع حساب کردن. شل. مرسی مرسی عزیزم. هانی اگر بافت برداری اینا هم با مزه میشه. این. باشه بدین سلام. سلام. آره چرا نه؟ سعی کن که وقتمون رو نکشی. اگه اون بافت رو بگیری با اون بافته که حتما شلوار جین باید باشه. نه نه آره پارچه‌ای هم میشه. آره. جلوشو بدی تو. منفیه یه؟ این آف زده بود نمیدونم چرا براش داشت. ازش بپرس. آف نمیده. سلام. خسته نباشید. شلوارتون از چه قیمتی شروع میشه؟ پرسیدی آفو چرا برداشته؟ آفتونه چرا برداشت؟ آف داشتی. خاطر آف اومده از مسیر دور. زده بود به مناسبت افتتاحیه. خب شاید تموم شد افتتاحیه. باشه بریم فعلا یه چرخ دیگه. مرسی. مرسی. خب اینم زده شلوار 690 700. خب برو. حالا با نشون بدیم. اینا چی؟ اینا؟ این شلواراتون کدومه؟ اینا که 690 اینا. شومیزه. نمیشه شومیز. شلوار خوبه. این شلوارا چند قیمته؟ خودش تعجب کرد گفتی شلوار. شلوار نزدیم ما اینجا. زده شومیز. وای چرا من شلوار خوندم؟ شلوار نزده بودیم. بنده خدا بگیرم. درست بعدم نمیشه. من دامن پوش نیستم. وا چرا دیدم بعضی آقا؟ پیراهن میپوشم ولی دامن تک اصلا ندارم. خب شروع میکنی از الان. خب رنگاشو میخوای عکس بگیرم؟ آره فکر خوبه. چون رنگ خیلی زیاد داره. گوشیمو آپدیت کردم بلد نیستم باش کار. اینجوری بسته بودیم مغازه رو. چه با؟ نه تو گوشی من. داره مستقیما. آره. داشتی چیز میکردی؟ تقلب میکردی؟ نه خواستم عکس بگیرم گفتم شما نمیافتین گفت تو این ویدیو هستم دیگه. خیلی متشکرم ممنون مرسی. آقا. خیلی آقای مهربون. جانا؟ جانا؟ یه دقیقه صبر کن اینجا نداره هیچی؟ مافت و اینا؟ فقط کراپ داره؟ مریم محمدی شما یه نیستی؟ چیزایی نه شیدم. بافت وارداتی 700. شما 18 دقیقه از تایمتون گذشته. سلام. داره نهار می‌خوره. نهاره؟ چجوری؟ صبحونه است. صبحانه؟ ساعت چند؟ داره تخم مرغ 12. می‌خوره. آره. شما چرا دقیق؟ خیلی. تخم مرغ چی؟ اصلا داخل نمیدی بری چجوری؟ یه بار دیگه ببینی؟ نه گناه قبول داره. کردی. آقا ببخشید. چشمان تیز بین. این شلوارا قیمتش چنده؟ بله. 598. به نظرم نگاه کن. این کفشه رو 600 ها؟ چون دامناش کار شده است. دامنا قیمتش چنده؟ آره اگه بالا تنر ساده بگیری من جسارتا یه عکس ازش بگیرم خدمت. خب بریم؟ یا میخوای بپرسی؟ آخه چیزی نداره. آره این سبکی نمیپوشی. آره. سلام. سلام. بافت قرمزتون چند قیمته؟ 590 خوبه. رنگاش هم میتونیم ببینیم؟ عکس تنخواهش هم تازه آماده شد. باحاله. مرسی آقا. اینم بود هانیه این راه هم بود. اونم باحاله. هانیه راه هانیه اینجا ارزونه. برو همون اولی. چه آدم خوش اخلاقیه. ابر کلمبیه. ماشاءالله. اینم با مزه. یه ذره زمان بده تو رگال تو بالا برو. مشکلمون زمانه. همون چیزی که چقدر نداریم. زمان داریم؟ 2 ساعت. شما تقریبا الان نیم ساعت گذشته از تایمتون. شفت تو قدیمی ها پتی سربازی
وای خیلی هانیه، میخواستم آگ بپوشی ولی خب گرونه. خیلی باحال میشد با اون بافته. خسته نمیشه. کتونی از چه قیمتی شروع میشن؟ تک سایز دارم بس 690 38 چیا داری؟ دارم. این کار هست. اینو میتونی بکنی. اینم اوکیه، مشکلش این نگینشه. آره ولی حالا گفتم 1% بهتون بگم. بگیریم؟ بگیم رمزتون رو میفرمایید؟ نظرم برای گیر. کتونی. خب بافت این با مرد مزه است. بمون. کدوم؟ روش یه چیزی خیلی با مزه. چی شد؟ با تحقیر گفت چیزی نداد. این شبیه چیزه، شبیه اون کثیفه هست. گلدن گوست. نه بافت یا دورس؟ بافت. میدونی چرا؟ چون یه رنگی داره و اینا. اینجا هم بعدا میتونی. آقا اگر که شلوار جیم بگیری یه دونه از اینا مروارید بباف اینجوری ببند روش. راست میگی؟ دختر استایلیشی همه. دیدی؟ شیدا رو آوردم برای همین موقع. دیگه تصمیمشو گرفته دیگه. مرواریدو که چیدیم دیگه جینو آره گرفت. قطعاً جین. شلوغ نمیشه زاپامون؟ چند شلواره؟ چرا یه ذره شلوغ میشه. مرسی. مرسی. من تصادف نکنم. نه بریم بافتر رو بگیریم یا بریم صبر بافتر کنیم این اوکیشه. این ببین، الان بیاد این شما مغازه. 50 دقیقه از تایمتون گذشته. سایز کودکان هم برای هانیه میتونیم بخریم. برو گم شو. اینم زده بافت داره. هانی اون بافته اون پشتم من دوست دارم. این پلنگی صورتیه. بریم تو. بریم. سلام. رمزتون چند بود؟ این چیه؟ بریم وقتمون رو چرا؟ بافتمون. این داره دیگه. برو بپوش. برو. سلام. اصلا من اینو ببینم. نه بابا. شلوار بلگی جین از چه قیمتی شروع میشه؟ خوشگله ها. رنگش هم باحاله، سنشورش. به میاد. کارت آره خیلی میاد. ببین اگه اینو کشش و چیز کلا پشتکش خوب نیست. اون موقع هم گفتم اینجاش یه جون خوشکش خوب نیست. نه این چقدر اصلا تایم داریم؟ اون یکی یه جای خوشگله دیگه عزیزم بریم. اگه که عجله برو. کیف هم دست توه شایدا؟ نه سرویسی دقیقا. نه کیف دست من چرا باشه؟ گوشیش توی کیف کیفه. هانیه کجاست؟ بریم پیدا کنیم. بله. بودو فقط اونه که اون ارزونا رو داشت. اینم یه دونه هست. چند سلام خسته نمیشه. شلوار جینوت از چه سایزشون میشه؟ خب میدین سایزم بپوشم. دیگه جز اینا که نداشتیم. باشه چشم. آره مرسی. اوکیه کمرش. مدلش هم من دوست دارم. اوکیه. ولی یعنی خب خیاطی بذار نه. ببینم. الان نیاز به خیاط نداری به نظرم. آره میگم از این نظر اوکیه. خیلی بد وای میشه. بد میشه؟ آره دیگه. طراح لباسش خب هم با همین. خودش آورده که طراحیشو انجام بده. در نیارم دیگه. نه دیگه، در نه نیار. در نیار. بامزه شده. خب بیا. کفشم هم الان بپوشم. قشنگ شده. کپ شلوارش باحاله. خب دیگه خب رمزتون رو میفرمایید؟ رمزتون 698 تومن. لباساتو جمعه شلوار جیب. لباساتو هر جا عوض می‌کنی میذاری همونجا آره میمونه اصلا کل معمولا. زندگیشو میزنه. هانیه اینا چیه؟ هانیه یه جور از اینو بخواه بپوش بریم تو رو خود. مهم نیست که زیر میره. به چه دار؟ بابا اصلا بافتش هم جنسش هم خوشگل نیست. آره خدایی زشتم. میخواستم خوشنمه. فرش بریم تو. آره دیگه ببینی دیگه اونا رو. وای هانیه چارم بگا رو ببین. من چارم بگ میخوام بخرم. تتو بگیرم امتیاز حسابی. چی بگیری؟ از این برشستوی تتو. نه. اکسسوری نمیشه.
داره سوال فنی میپرسه. چی میپرسی؟ میگم از این تتوها بزنم امتیاز نیست؟ امتیاز منفیه. چرا امتیاز؟ یه مغازه مد نظرت هست داری میری؟ درسته دوره با آره. مثلا چند تا مغازه هست؟ این چیه بزن از اینم بپرسم. سنجاق قفلی داری؟ یه دور کامل من نگاه کرد و گفت نه. نمیدونم من خودش رو سلام سنجاق قفلی دارین؟ اینا دکمه فروش اینجا معلومه همش تعداد بالاست. نه اینجا ها میدن. نه بابا بالا هم هست. ببین این داره از اونا. از اینا میشه. خوبه همون جاها با منزه است. خب ساده پس باید کوچولی ساده باید بگیری. سوراخ داره اینجا. ببینم مرواریدا دونه ایه چجوریه؟ یا؟ آره. این 66 تومن. زیدا کجا میری؟ گفتی و منجا آها. یه 600 یه 450 یه 700 یه 60. 66 شد دقیق میزنم. یه کوه درست داد. یعنی چی؟ یعنی هنوز 2 تومن خرید نکردن؟ آره. نه الان میره. یعنی پولمو هنوز 2 تومن هم نشده؟ باورت نمیشه اینجوری خرید کردی؟ میدونی به این نیت میای؟ من شلوارم 3 تومن پولش دادم. وقتی به این نیت میای میخری. آره. خب تاپ هم حساب کنید با اون. 25. نخ فروش. این چی؟ نداره بپرس نداره؟ زنجیر دارین؟ این همون مغازه است که گرون میفروشه. نداره زنجیر. این داره زنجیر؟ میخوای بپرس. آقا زنجیر داری؟ این بالا رو ببینم چیا داره. چیه زنجیر انقدر سخته؟ واقعا این نداره زنجیر؟ داره غذا میخوره بدبخت. نداره. میزنه تو دهنت در رو باز کن. تو رد میشی میفهمید اینجا زنجیر داره یا نداره؟ مشخصه دیگه مگه می‌بینی دیگه. مشخص نیست؟ شاید یه لایی گذاشته. نه آخه اون داره. باید اون فروشی باشن. اگه مجبورش همین الان که از خریداتو کادو بدی به رقیبت کدومشو میدی؟ رقیب نمیده. مجبور شد. مجبور باشم. آره دیگه. کفشمو میدم. کفش تو؟ آره. آفرین. کفشم. اگه یکی بیاد جلو بگه این لباسو بد نمیاد چی میگی بهش؟ مرسی. میگم که اصلا مهم نیست. اصلا نظر نخواستم. خب اومده نظر داده. یعنی چی؟ رندوم؟ میگم سلیقه خودمه دیگه. من میگم شما شما فکر کن بنده خدا. خب میگه دیوونه است خانومه. استایل امروز تو با یه غذای ایرانی مقایسه کن یا تشبیه کن. کاملا ایتالیایی. ایرانی. خب یه ایرانی یه خارجی. ایرانی چیه؟ ایرانی سخته. ایرانی چیه؟ تو غذا میخوری مگه؟ شما سایز دوستمو دیدین؟ غذای ایرانی؟ غذا سالاد نمیشناسم. فقط. غذای ایرانی. چقدر سخت. سخته. کتلت. کتلت خوب بود. کتلت. حالا میگی ایتالیایی چیه؟ خارجی؟ نمیدونم به نظرم پاستا اینا دیگه. آره. پاستای چی؟ پاستا اصلا ایتالیاییه. پاستای آبی؟ پاستای آبی؟ نه پاستای ترافل. پاستای بلوبری. شیک میتونه باشه دیگه. شیک بلوبریه. نه اینم میتونه. شیک بلوبری. شیک بلوبری. شیک. خب
خب الان چی میخوای بخری؟ چیکار میخوای بکنی؟ یه تاپ بخرم. یه تاپ خیلی یه- الان تو چیزی خریدی هم تو براش تایم اصلی انجام دادی. اینا دیگه حالا بله. هر چقدر طول بکشه ما کنارت هستیم. دیگه میریم تایم اضافه امتیاز نداره. نه. ولی نه؟ عدد اضافه داره. میکروفون بگیم. خوبی؟ سلامتش. نمیدونم، من همه چی گوش میدم. همه بیشتر چی. قدیمی گوش میدم. 70 آینه 30 هانیه. خیلی ریلکسی. خیلی ریلکسی. یه من تو سفید بگیر. چه باد قدرتمندی.